سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به یک ولاگ جدید دیگر ما. روزتان بخیر باشه، امید جور صحتمند باشین، روزگار بخیر بگذره، هوای سرد بخیر بگذره انشالله. امروز ما برتان در نظر داریم یک بولونی گندنه آماده کنیم. امید است که مورد جلب توجهتان قرار بگیره دوستای عزیز. بولونی است که همگی دوستای ما در خانه آماده میکنه. ما آماده کردم، خواستم با شما هم شریک بسازمش دوستای عزیز. مواد لازمش هرچند شما باش آشنا هستین، بازم ما برتان به معرفی میگیرم. خمیر است، از قبلا آماده کردیم دیگه. گندنه است، من یک ذره مساله طعام بهش اضافه میکنم به خاطر خوش‌طعم شدنش. مرچ سیاه است، نمک است، روغن است. روغن هم یک کم اضافه میکنم به قدر ضرورت که هم گندنه خوبتر بیایه، ذره مزهش بهتر شود. شروع میکنیم دوستای عزیز. اولتر از همه نمک اضافه میکنیم، باز مرچ سیاه اضافه میکنیم به قدر ضرورت. مساله طعام اضافه میکنیم به خاطر خوش‌طعم شدنش. روغن اضافه میکنیم بسیار کم به قدر ضرورت، به خاطر که خوش‌طعم بیه، از خاطر به خاطر خوش‌طعم شدنش اضافه میکنیم. دیگه آلوی همراه خشک با هم مخلوطش میکنیم. دوستای عزیز با ما همراه باشین، من ایره مخلوط میکنم انشالله در ادامه باز با شما هستیم. بازم میگم دوستای عزیز چینل ما را لایک کنین، سابسکرایب کنین، کامنت های زیبایتان بتین، با دوستایتان شیر کنین، ما را تشویق کنین دوستای عزیز که برنامه ما جدید است، ما جدیداً با فعالیت آغاز کردیم. با ما همراه باشین دوستای عزیز. دوستای عزیز بولونی ما آماده شد، یا هم از بولونی آماده شده ما. بسیار زیاد ممنون تا این دم با ما همراه بودین. انشالله منتظر برنامه های بعدی ما هم باشین. باز هم میگم دوستای عزیز چینل ما را سابسکرایب کنین، لایک کنین، با دوستایتان شیر کنین، ما را با کامنت های زیبایتان دگام تشویق و رویه بتین. دیگه اوقات خوب و خوش برتان میخوایم. امید است که مورد پسندتان قرار گرفته باشه. تا دیدار بعد، بدرود.